همراهی رفیقش از ازبکستان مرادیلایف مرادیل. مهرزاد صوفیوف این قهرمان جهان در قزاق کورش است. 25 رقابت نفوذی بین المللی تا امروز پشت سر کرده است. در بیشکک در جام آسیا سال 2019 میان جوانان برنده مدالی طلا شده بود و مسابقات گراند پری اولین تاریخی در دوشنبه سال 2023 یک صحیفه خیلی روشنی فعالیت این چهره را باز هم درخشان تر کرد. مدالی برنجی این مسابقات را ایون سال 2023 در شهر دوشنبه به دست آورده بود. احسان میگوییم به پهلوان تاجیکستان که خیلی خوب هنرنمایی کرده ایستاده است و الکی یک کار مال خود کرد. یادآور باید شد که این چهره طی چند ماه خیلی وقتی طولانی 6 یا 7 ماه بود که در معالجه بود، آسیب جدی داشت. اکنون باز هم به میدان رقابت‌های جدا برگشت. این هم یک مژده نیک است برای هواداران گوشتین جدای کشور که ما در وزن 60 کیلوگرم البته کمی تنقیصی هم داشتیم. نبودن مهرزاد صوفیوف در مسابقات مختلفی سال 2024 خیلی خوب به نظر می رسید. زاده ناحیه جبار رسولوف دست پرور کاخ ورزشی زرافشان محسوب می یابد و در شهر دوشنبه 8 ساله که تمرین کرد تحت راهبری رزق‌الدین رجبوف در مکتب ورزشی ذخیره‌های المپی رقم 6 شهر دوشنبه. این مرحله های خیلی آموزشی را خوب پشت سر کرد و بعدا به هیئت منتخب جدای کشور شامل گردید که آنجا باز هم مربیان با تجربه برادران فاتح و ارگش محمد بکوف ها، سرمربی محمد عبدالرحمن و باز یک کارشناسی ورزیده ژاپنی هم خیلی در جریان مشق‌های پیوسته به این چهره هم توصیه های سودمند دادن و با همین وسیله استعداد خود را مهرزاد صوفیوف تقویت داد و خیلی زیاد است و مهرزاد باید در مقابل مرادیل جوانی 20 ساله ازبکستانی هوشیارتر باشد. مرادیل هم در انتالیا در جام کشادی آسیا برنده مدال طلا و در چمپیونات آسیا هم میان جوانان قهرمان است. این نتیجه خوب. خیلی هم یک فرصت مناسب و به تاجیکستان آمده بود اکتبر سال 2024 در قهرمانی جهان جوانانی که در دوشنبه شد. این چهره برنده مدال برنجی معرفی گردید. کبود پوش میزبان با سرعت تیز رجوع میکند که کار را ادامه دهد و مهرزاد باشد صورت افزایی نمیکند و استاکارانه ماهرانه رفتی سبقت را نظارت کرده ایستاده است و توجه پهلوان ازبکستانی هست که هرچی زودتر فشار آوری کند. اما مهرزاد صوفیوف اینو خوبتر میداند چی حالتی که کمی عقب نشینی کردنش باز هم چی اشاره میکند. باز هم پرتافت پشتناکی چندان مناسب نیست. خطری پهلوان ما باز هم کوشش میکند که بیشتر کار در زمین جریان گیرد. 3 باره که این عمل رو اجرا کرد، 3 حالتی که اکنون چنین لحظه ها دیدید که باعث نگرانی هم می شود. صوفیوف باید به این سمت اعتباری علاهیده دهد. یوکاگیریتی زود عقب نشینی کرد، گویم چی بیشتر دفاع را اختیار نمود. باید گوشتین گیرد تا به آخر خود رو. ببینید چه خیلی
عملهای غیری چشمدوش رو اینجا باز حلوک داخله حرکت دیگری مهرزاد صوفیوف وانمود نسازد که او حراس دارد یا او در این موردها وقت رو کشال میدهد. دوشیدو دارد و اکنون برای سرعت تازه گرفتن این رقابت باز هم اکنون مهرزاد صوفیوف یک حرکت دیگر اوی بسیار هم خطری یوکو کتفش فکر میکنم کتفی مرادیلایف در این لحظه هم برای تصدیق یا دقیق بودن همان یوکو، اما داور اینجا اشاره هم نکرد. در روند تلاش یک بار دیگر پهلوانی ازبکستان رجوع میکند. مهرزاد خود را رها کرد. بر راستی بسیار هم به طور کسبی این حالت را خوب پشت سر میکند. رقابت خیلی حساس. صوفیوف یک بار دیگر رجوع میکند برای ادامه تلاش. این کار امتیازی را هم به بار نمی آورد. 21 ثانیه دیگر مهرزاد اکنون از یوکوی گرفتش دفاع میکند و بیشتر توجه میکند. برخستن لازم است خود را اگر کشال دادن این حالت چون گفتیم خطر شیدای سیوم رو هم به میان آوردنش از استثنا دور نیست. 10 15 کمتر شد. حرکت پنجم خود رو هم باز هم توسط پرتافت‌های اللهیده پشتناکی اینجا نشان داد. 10 ثانیه دیگر به همون 10 9 8 یک بار دیگر همین حرکت، یک بار دیگر حالتی راست بودن را تقاضا میکند. یک بار دیگر هم حرکت دیگری پهلوان ما خیلی مناسب بود برای رفع این حالت. مبارک باشد. و در نهایت هم صوفیوف بعد خیلی تنفس طولانیش که به این مسابقات در گرند اسلم و مسابقات سطح بین المللی جودو برگشت، رقابت اول رو خوب پشت سر کرد و اینجا داوران باز خلاصه دیگر دارند. پیروزی رو ورزشکار ما مال خود کرد و اکنون امتیازی که بود دقیقاً تصدیق شد که مهرزاد صوفیوف در همان لحظات عملی یا حالت خیلی خوب و مناسبش در مرحله 4 1 نهایی با نماینده تاجیکستان اهلیه مومینова نیرو خواهد سنجید. رمزیدین سیدов داوری درجه المپی از جمهوری ازبکستان. اکنون باز رقابتی خیلی هیجان آور رو یک جایه میبینیم. байрамов این دفعه با خلعت سفید به میدان برآمد. توران جوانی 22 ساله آذربایجانی 104 رقابت نفوذی بین المللی دارد. برنده مدال نقره قهرمانی جهان محسوب می‌یابد در میان جوانان در رشته جودو سال 2021. از گرند اسلم هم یک مدال طلا و یک نقره نیز دارد. 2 کرات قهرمان اروپا، برنده مدال نقره و 2 برنجی مسابقات گراند پری. با سین سالش نگاه نکرده مظفریت هایش خیلی نمایان و بهتر هم هستند. چی آسیب دید؟ پایش کمی آسیب دید. جهیدنش لازم است و اکنون رقابت را ادامه میدهد و مهرزاد صوفیوف از مسابقات گراند پری نتیجه بهترش در شهر دوشنبه 2 سال قبل مدال برنجی است. برنده جام آسیا میان جوانان در شهر بیشکک اکتبر سال 2019 و اکنون راهش اینجا ثمرآور خاتمه نمی‌یابد. اندکی اشتباهش باعث مظفریت بیرامov می‌گردد
در مرحله چهارک نهایی پهلوان ما دچار ناکامی شد، اما امکانیت دارد که در سبقت تسلابخش شرکت ورزد. در مرحله تسلابخش اگر غلبه به دست آورد آنگاه امکانیت تلاش مبارزه را برای مدال برنجی مهرزاد صوفیف ورزشکاری امیدبخش ما که مدت در چنین مسابقه ها هنرنمایی‌اش را نمی‌دیدیم، توقف داشت و اکنون در مرحله تسلح بخش در وزن 60 کیلوگرم نیروسنجی را با پهلوان فرانسه روال آغاز نمود. سدریک ورزشکاری فرانسه یکی از رقیبان ارزنده برای ورزشکاران وزن 60 کیلوگرم میانی آنها و حساب می رود چون هنر شایسته دارد، ولی ما از مهارتی داشته مهرزاد صوفیف باوری داریم. حرکت از جانب صوفیف اجرا می شود. دیگر بار نزدیک می شود صوفیف با سدریک. حرکت ها از هر دو جانب است. فشارآوری طریق پای ها هم دیده می شود و حالتی کار در زمین. صوفیف حرکت می کند برای پیدا نمودن موقعیت و تسلیم کردن رقیب. تلاش خوب است و اینجا حالتی ایسته از نو ادامه میده. دیگر بار حرکت از جانب پهلوانی ما بود. حالت نواز را روال سدریک میخواهد طریق و دست آوردن امتیاز هم میخواست حالتی به میان آمده را پشت سر نماید، ولی از نو باز حرکت ها را به میان گذاشت. روبرتا چورلیا اشاره نمود که از نو ادامه دهند سبقت را و باز حالت کار در زمین برای مهرزاد صوفیف. حرکت ها از جانب پهلوانی ما. رقیب هم برای از این حالت مشکل خود را بیرون کردن حرکت میکند. تلاش های صوفیف خوب است. طوری که در بالا هم قید گردید در برابر 17 نفره که تاجیکستان رو در این مسابقه معرفی کرده ایستادند، تعداد زیادی مخلصان با همسایه کشور ما ازبکستان بهر دستگیری جودوکاران تشریف آوردند، چون پرافشانی پرچم را هم در نشست جایها ما مشاهده میکنیم و همه انتظار هنر شایسته ورزشکاران ما هستند. مخلصان به شمار تاجیک. حرکت نوبتی از جانب سدریک روال بود.
جامعه نیروسنجی. شاید اینجا اکنون شیدای اول هم برای سوفیوف نشان داده شود به خاطر نادرست انجام دادن اصول. بله، شیدای اول برای ورزشکاری ما نشان داده شد. دقیقه آخری آزمایی هم سپری شده ایستاده است. حرکت ها الکی هر دو خسته گردیدند چون فشارآوری از هر دو جانب زیاد است و حالت کار در زمین را آنقدر توجه نمیکنند. هم ریوال و هم سوفیف از هر دو جانب طریق پای ها میخواهند اصول انجام داده صاحب امتیاز شوند، ولی مشکل است. شیدای دیون باز همان اشتباهی که مهرزاد دیگر باره تکرار کرد. ادامه نیروسنجی و یک حرکت خوب رو هم سوفیف انجام داد و برای سدریک امتیاز یوکو نشان داده می شود. چهار ثانیه دیگر و همینطور پهلوانی ما در مرحله تسلم بخش با یک امتیاز یوکو شکست میخورد از رقیب فرانسویش. و برای مبارزه بردن نشانی برنجی مهرزاد سوفیف ناکام میماند. به گلیم دیگر توجه میکنیم جایی که